قبل از اینکه بریم سراغ خبرهای این هفته، اول یکم از طبیعت اینجا و سکوت اول صبحش استفاده کنیم و بعد بریم ببینیم که این هفته توی دنیای تغذیه چه خبر بود. سلام، خیلی خوشحالم که با یه ویدیو دیگه در خدمتتونم. من زهرا مدنی هستم و اینجا کانال رژیمیکاست و ما با کمک هم دیگه تلاش میکنیم که یه کوچولو سالم‌تر زندگی کنیم. خب این هفته تغذیه علیرغم هفته گذشته خیلی جنجال و شایعه زیادی نداشت. خب هفته گذشته پر از شایعه تغذیه‌ای بود و اینکه ما توی ویدیوهای قبلی با هم دیگه حسابی در موردشون صحبت کردیم و من براتون با فکت علمی ثابت کردم که این حرفا میتونه در حد یه شایعه بمونه. ولی این هفته آرومتری بود، یه مقدار راحت‌تر میتونم با این در مورد این خبرها باهاتون صحبت کنم. خب بریم ببینیم که خبر اول که یه خبر خیلی جالب و هیجان انگیزه چیه. خبر اول اینجوریه که توی یه مقاله اومدن دیدن که هورمون گرسنگی که از معده ما ترشح میشه به اسم گرلین میتونه تاثیر مستقیمی روی انتخابای ما داشته باشه. بخوام خیلی راحت بهتون بگم این که زمانی که گرسنه‌تونه لطفا خرید نرید. خب یعنی چی؟ یعنی این که ما یه منطقه توی مغزمون هست به اسم هیپوکامپ که این هیپوکامپ کارش اینه که زمانی که شما دارین غذا میخورین این میاد یه ترمزی میذاره و جلوی شما رو میگیره، یعنی جلوی زیاد خوردنتون رو میگیره و نمیذاره ما اوور ایتینگ کنیم. ولی حالا زمانی که ما خیلی گرسنمونه این هورمون گرلین ترشح میشه و این گرلین میاد این روی هیپوکامپ تاثیر میذاره و این ترمزه رو برمیداره و اون موقع دیگه شاید شما خب دست خودتون نباشه و دیگه اوور ایتینگ کنید یا اینکه بیش از حد غذا بخورید و بعد یهو به خودتون میایید و میبینید که من یه پیتزای کامل مثلا خوردم. خب پس چی شد؟ یعنی اینکه شما زمانی که بس گرسنه‌تونه، زمانی که چند ساعت حالا چیزی نخوردین خرید نرید، یا اگر قراره که برین رستوران یا یه شامی بخورید اگر خیلی بیش از حد گرسنه‌تونه قبلش یه ته‌بندی کنید، مثلا با یه سالاد یا با 2 تا لیوان آب یا حتی خوردن یه میان وعده کوچولو، بعدش برید که حالا اون غذا یا اون میان وعده‌تون رو استفاده کنید. خب خبر دوم شاید خیلی ربطی به تغذیه نداشته باشه ولی 100% روی سلامت قلب و عروقمون تاثیر میتونه بذاره. توی یه مقاله که این هفته توی ژورنال قلب اروپا چاپ شد اومدن گفتن که اول از همه این که هر فعالیت کوچیکی میتونه تاثیر روی سلامت قلب و عروق ما داشته باشه و دومین مورد که خیلی هم مهمه اینه که شما سعی کنید که در طول روز خیلی به حالت نشسته نباشید. حتی اگر براتون امکان داره، مثلا موقعی که دارین با لپتاپتون کار میکنید یا اینکه دارین فیلم میبینید، سعی کنید به جای اینکه بشینید به حالت خوابیده باشید. حالا شاید پیش خودتون بگین که خب ما که شاغلیم، ما که مثلا توی یه آفیس یا توی شرکتی داریم کار میکنیم که خب نمیشه قاعدتا به حالت خوابیده باشیم. برای شما هم یه راه حل دارم. چند وقت پیش یه ویدیویی که اینجا درست کردم گفتم که اول اینکه عوارض نشستن طولانی مدت رو بهتون گفتم و اینکه چه کارایی میتونید انجام بدید که توی آفیستون خیلی طولانی نشینید. مثلا یکی از راهکارهایی که گفتم این بود که هر 25 دقیقه یه بار پاشین به مدت 5 دقیقه پیاده روی کنید، راه برید و این خودش میتونه که جلوی اون حالا عوارض نشستن طولانی مدت رو بگیره. یا اینکه اگر قهوه میخواین بخورین، چای میخواین بخورین، خودتون اون قهوه و چای رو برین بریزید، به کسی دیگه نگین براتون بیاره. و چند تا راهکار دیگه که خیلی میتونه توی محل کار به دردتون بخوره. خبر سوم برای کسایی که الان توی دوران بارداری هستن یا اینکه قصد بارداری دارن. اگر از روز اول بارداریتون دارین مکمل ویتامین دی رو تحت نظر پزشکتون استفاده میکنید، یه خبر خوب دارم براتون. اونم این که دیدن که مصرف ویتامین دی میتونه توی دوران بارداری روی سلامت جنین و روی سلامت تنفسش تاثیر مثبت بذاره و از اینکه جنین مبتلا به بیماری‌های تنفسی یا حتی آلرژی و خسخس سینه بشه جلوگیری کنه. و حتی اگر تازه شما این مسئله رو توی خانواده‌تون هم به صورت حالا ارثی و ژنتیکی داشته باشید، احتمال ابتلا جنینتون به این مسئله خیلی کم میشه. اینو برای چی دارم اینقدر با ذوق میگم؟ به خاطر اینکه تا چند سال قبل میگفتن که اصلا بهتره که تو 3 ماه اول بارداری اصلا ویتامین دی استفاده نشه. الان هول و هوش فکر کنم 4-5 ساله که توی گایدلاین ها اومد که باید دیگه مادرای باردار از همون موقعی که بارداریشون مشخص میشه مکمل ویتامین دی رو هم استفاده کنن و حالا خب داره یکی یکی نتایج مثبتش بیرون میاد که این مصرف ویتامین دی چقدر میتونه روی سلامت جنین حالا از لحاظ سیستم ایمنی، سیستم تنفسیش و همه چیز دیگه تاثیر داشته باشه. حالا بریم سراغ خبر چهارم این هفته که اخیراً توی ژورنال خیلی معتبر به اسم The American Journal of Clinical Nutrition چاپ شد و خیلی سر صدا به پا کرد و اونم این که اومد گفت اگر شما دارین گوشت قرمز حتی 2 بار در هفته استفاده میکنید، این میتونه شما رو در حالا در ریسک ابتلا به دیابت قرار بده. خب همه خیلی تعجب کردن. البته یه چیز بگم، تا قبل از این حالا طبق رژیم مدیترانه ما میدونستیم که مصرف گوشت قرمز باید خیلی کمتر بشه، باید خیلی محدود بشه و اینکه به جاش بیایم از گوشت سفید مثل مرغ و ماهی و آبزیان استفاده کنیم. ولی این که دیگه اومدن گفتن که حتی 2 بار در هفته هم دیده شده که مصرف گوشت قرمز دیده شده میتونه باعث ابتلا به دیابت بشه، خب یکم ترسناکه دیگه. البته یکی از
نویسنده این مقاله، من حالا دقیقاً میخوام صحبتش رو از رو براتون بخونم، اومد گفتش که یافته‌های ما به این معنی نیستش که اصلا گوشت قرمز نخوریم، ولی میتونیم یکم پراکنده‌تر و کمتر استفاده کنیم. منظورش اینه که مثلا هم توی نهار هم توی شام استفاده نکنید. مثلا سعی کنید که 2 روز در هفته باشه، یکم با فاصله تر باشه، یا اینکه کلا عمده مصرف غذاییتون رو بزنید رو گوشت سفید و حالا هر از گاهی گوشت قرمز باشه. و خب این خبری که این هفته اومد میتونه یه خبر بد برای کسایی باشه که خیلی عادت به مصرف گوشت قرمز و حالا چه کبابی چه به صورت خورشتی و اینا دارن، و اینکه یه مقدار حواستون به این مسئله باشه. البته اینم توی پرانتز بهتون بگم که این خبرایی که اینجوری در میاد و یکم حالت هشدار جدی داره، بیشتر برمیگرده به خاطر اینکه مردم آمریکا خیلی توی رژیم غذایشون حالا هم کربوهیدرات زیاد استفاده میکنن و هم غذاهای گوشتی فراوری شده، مثلا مثل همبرگر و غذای فست فودی این مدلی. برای همین خب خیلی بیشتر روی مسائل مطالعه میشه و خیلی هم بهشون هشدار داده میشه که یه مقدار کمتر استفاده کنید. خلاصه که اگر سعی کنید که یک بار در هفته گوشت قرمز استفاده کنید خیلی خوبه، و به جاش میگم حالا گوشت سفید مثل پرنده ها و ماهی ها و این چیزا رو استفاده کنید. ولی اگر واقعا نمیشه دیگه نهایتا 2 بار در هفته کافیه، دیگه بیشتر از این سعی کنید که استفاده نکنید. و خب حالا میرسیم به خبر آخر. البته شاید خیلی اسمشو خبر نشه گذاشت و چند تا نکته خیلی مهم رو میخوام بهتون در مورد بچه‌هاتون یادآوری کنم. 20 نوامبر روز جهانی کودک بود و شعار امسال هم این بود که every child every right، یعنی اینکه حالا فارسی شاید اینجوری بشه که هر کودک یه حقی داره، یه همچین چیزی. و اینکه خب تو این روز جهانی همیشه میان در مورد بچه‌ها یه سری صحبت‌ها میشه و یه سری حرفا زده میشه که حالا یا رعایت میشه یا نمیشه، کار نداریم. ولی من میخوام بهتون چند تا نکته خیلی مهم در مورد بچه‌های مخصوصا زیر 12 سال بهتون بگم. اول از همه این که زمانی که 2 سالگی بچه‌تون تموم میشه، فکر نکنید که دیگه مکملایی که باید بهش بدین دیگه تموم شده. نه، شما همچنان باید ویتامین دی رو ادامه بدید. آهن و طبق حالا پروتکلایی که هست برای پیشگیری از کمخونی فقر آهن، یه سری حالا دستورالعمل اینا رو باید ادامه بدین. بعد مکمل بعدی مکمل امگا 3، مخصوصا برای بچه‌هایی که توی ایران زندگی میکنن، به خاطر اینکه غذاهای ماها یعنی ماهیای ماها خیلی ماهیایی که ما استفاده میکنیم خیلی امگا 3 آنچنانی ندارن، چون همشون یا مال حالا دریای خزرن یا مال جنوبن یا پرورشیان، پس امگا 3 آنچنانی ندارن. پس شما باید سعی کنید که مکمل امگا 3 هم تحت نظر متخصص حتما به بچه‌هاتون بدید. این یه مورد. یه مورد دیگه این که اصلا انجمن اطفال آمریکا میگه که شما تا 12 سالگی به هیچ عنوان نباید به بچه‌هاتون مواد غذایی که کافئین دارن بدین. حالا این مواد غذایی کافئین میتونه شامل چای باشه، قهوه باشه، حتی شکلات کاکائویی باشه که اینا به خاطر کافئینی که دارن میتونه مغز کودک رو در حالت برانگیختگی نگه داره. و اینکه اون حالا اگر میبینید که کودکتون خیلی لجبازی میکنه، خیلی گریه‌های ناگهانی میکنه، دیگه خیلی بازیگوشی‌های عجیب غریب میکنه، این میتونه به خاطر مصرف کافئین باشه. حواستون به این موردم باشه. و نکته آخرم این که بچه‌ها بازم تقریبا تا همون سن 12 سالگی نباید خیلی مواد غذایی که شیرینی و شکر زیادی دارن مثل شکلات، حالا باز مثلا شیرینیجات، نمیدونم پاستیل، اینا رو نباید خیلی زیاد استفاده کنن، چون شکر خیلی زیادم بازم میتونه مغز رو در حالت برانگیختگی نگه داره، جلوی خواب خوب کودک رو بگیره و خب روی رشد قدیش تاثیر منفی بذاره و همه این موارد. خلاصه این که خیلی خوشحالم تا اینجا ویدیو همراه من بودین. اگر این اولین ویدیو از من می‌بینید حتما کانال رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهایی که در آینده میذارم هم بتونین استفاده کنید. اگر سوالی هست، اگر کامنتی دارین و اگر شایعه تغذیه رو میدونید که دوست دارین توی قسمت‌های بعدی با هم دیگه بررسیش کنیم، حتما توی کامنت‌ها بگین که من از نظراتتون استقبال می‌کنم. فعلا